دوستان گرانقدر، علی جان، نصیر گرامی، خوش اومدید. امروز یه پادکست در رابطه با مسائل روز ضبط میکنیم. از اونجایی که دوستمون علی مسائل داخل و یا مسائل ایران و منطقه رو دقیق تر از همه ما دنبال میکنه، لذا سوال اولی یا صحبت اولی رو به طرف علی برمیگردونیم که مردم چه وضعیتی دارن. برای مثال تهران، من از یکی دو تا خبر میخوندم که میگن ویرانی و بمباران سطحش خیلی بالاتر از اونه که حالا گزارش شده و وضعیت مردم به طور مشخص بیکاری، بیابی، بی غذایی یا مایحتاج. تو چجوری مسئله رو میبینی یا دنبال میکنی؟ اول تشکر میکنم از دوستان که برنامه میشنون و بعضی از دوستانم کامنت میذارن توی پادکست های قبلی. من میخوام از اونها هم تشکر کنم که تو بخش نظرات پادکست نظر میدن. اول اینکه من اخبار رو می‌بینی که با همین رسانه هایی که الان منتشر میشه پیگیری میکنم. معدود زمانایی که آدمایی که از ایران اینترنتشون بست میشه با اوناش صحبت میکنم، یه دید دیگه ای از جنبه دیگه پیدا میکنم. مثلا خیلی از کسانی که من باشون اخیراً صحبت کردم بچه‌هایی بودن که راجع به این موضوع صحبت میکردن که خیلی از دوستانشون بر اثر اتفاقات جنگ شده بیکار شدن. حالا این بیکاری به چه صورته؟ خیلی از اینا تو رشته‌های مهندسی کار میکردن و رشته‌های وابسته به پتروشیمی یا رشته‌هایی که مربوط به صنایعی بود که در نقاط مرکزی ایران بود. بمباران این مناطق و با هزینه زیادی هم که بعدش خسارت ایجاد کرده باعث شده خیلی از این شرکت‌ها بهشون زنگ زدن، گفتن که ما تا آخر فروردین به احتمال زیاد دیگه شما رو نخواهیم داشت. امروز یک گزارش در هرانا دیدم که میگفت صدها هزار نفر در جنوب به خاطر بمباران پتروشیمی و در فولاد بیکار شدن. خب خیلی مشخصه وقتی یک کارخونه، خود اسرائیل میگه فولاد ایران 70%ش از بین برده، شما ببینید چه زنجیره‌ای از شغل‌های وابسته به این از بین رفته. و یک مسئله دیگه تورمه. بعد از هر جنگ تورم پیش میاد، ولی برای اقتصاد ضعیف ایران که به طور مشخص 40-50% تورم داشته و حتی تورم ماه به ماه هم خیلی شدید بوده، ملموس بوده، با خیلی از بچه‌ها که صحبت می‌کنیم میگه این ماه میری، امروز این هفته میری خرید می‌کنی، هفته دیگه میخوای به خرید کنی از قیمت ها متعجب شی و میگی کاش که همه اینا رو هفته قبل خریده بودم تا حداقل یه سودی کنم. این نوع گرونی هم روی فضا نگرانی ها اضافه کرده. خب شما ببینید این شرایطی که حالا توش برخی تبلیغی میکردن که جنگ رهایی بخشه، برخی با این یک امید کاذب که الان جنگ میشه و رژیم چنج میشه و همه چی گل و بولو میشه، یک طبقه ای که عموما متوسط بود که با این رویا خودش رو ساخته بود، وقتی به این مرحله میرسه که جنگ شد رژیم چنج نشد، ترامپ میگه رژیم چنج شد، رژیم چنج نشد و اقتصادم داره بدتر میشه، چه موجی از ناامیدی و استیصال و در پی اون خشم و نفرت میتونه ایجاد کنه. یک مسئله که هم در داخل و هم در خارج من باهاش مواجه هستم و پیش از اینکه پادکست شروع کنیم نسرین هم بهش اشاره کرد، اختلاف هایی که در سطوح مختلف روابط به وجود میاد. ما قبلا مثلا اگه توی جنبش صدر بود یا توی مسائل دیگه بود، ما اختلاف های سیاسی در سطوح فعالین سیاسی داشتیم و توی 96 و 97 هم ما اختلافات در سطوح سیاسی داشتیم. بعدها اختلافات مثلا تو 1404 بر سر مسئله جمهوری خواهی و پادشاهی بود، یعنی که شما میدونستید محل نزاع اینجاست، ولی هیچ وقت سطح اختلافات به این مرحله نرسید در خانواده ها، حتی در سطح خانواده ها به قطع روابط منجر بشه. یعنی اینکه یک نوع فشار روانی جامعه، فشار اقتصادی تجربه میکنه و در این فشار اقتصادی راهی برای فهم موضوع و برقراری دیالوگ
براش وجود نداره. شما میدونید که برای اینکه صحبت کنید با یک نفر، بتونه قانعش کنی، احتیاج به یک نوع بیس های مشترکی از مفاهیم وجود داره که شما بخواید بیاین راجبش. مثلا شما وقتی به یک نفری که طرفدار جنگه بهش میگه بر چه اساس تو داری میگی که این جنگ منتهی به آزادی میشه؟ مثال میزنه جنگ جهانی اول آمریکایی اومدن آلمان گرفتن، آزادی مثلا به وجود اومد. اصلا دوم اصلا در نظر نمیگیرن که اون چه فرآیندی رو طی کرد، چه نیرویی اومد، چه کشوری بود با چه سابقه ای، یا اینکه کشورهای دیگه رو به این شکل دارن مثال میزنن. یعنی شما میبینید در یک زمینه تاریخی بحث میکنن که وقتی شما میخواید موارد پیش چشمشون رو مثل افغانستان، عراق، لیبی اینا بگی، اصلا از پمپاژ خبری که ایران اینترنشنال رسانه‌ها بهشون اعمال کردن چنان پر هستن که واقعا اون بحث دیالوگ هم شکل نمیگیره. ولی چون دیالوگ شکل نمیگیره به شدت دو قطبی میشه. یعنی شما اگر مخالف جنگ باشی شما رو طرفدار جمهوری اسلامی بودن، اگر مخالف جنگ باشی و همزمان بگی که نه به اعدام و نه به و کشته شدگان دیو مثلا بگی، اونها دیگه شما رو آدم درو و آبزیکای میدن که هم داری این ور بازی میکنه هم اون ور. یعنی اصلا بین این دو جناح میانه این وسط تعریف نشده که بگی آقا من ارزش‌های مبارزات بدون خشونت دارم، من مخالف جنگم، من مخالف اعدام هستم. و الان میخوام سر این موضوع بحث کنم. مثلا من دیدم مثلا احمد زیدعبادی هم به شیرین عبادی نقد کرده بود، تو که مخالف اعدام به صورت مطلق بودی، تو که میگفتی حتی یک آدم اگر 100 نفرم کشته باشه نباید هیچ دولتی حق کشتنش داره، چطور از ترور خامنه‌ای با بچه‌هاش همه چیز اعلام خوشحالی کردی و گفتی که این من از این حمایت میکنم؟ چطور اون اعدام مطلق رو میذاری با اینکه یک آدم با خانواده بچهش همیشه ترور بشه؟ در شما باید حتی این نقد خیلی ساده است، یعنی که شما باید برایش جواب داشته باشید. چنان حجمی در شبکه‌های مجازی میشه و شما احساس میکنی که در این فضای دوگانه تو هم باید شعار بدی، تو هم باید جوری برخورد کنی که در مقابل پروپاگاندا باشی. یعنی خودت هم کم کم شبیه به یک نوع دستگاه پروپاگاندا از این ور میشه، آدما دارن به هم ضربه میزنن. این در سطح جامعه این تنش اقتصادی هست، شما گفتین ویرانی و بیکاری هست، و این فشار روانی هم بخشی از ویرانی های جنگ باش نگاه کنیم. حتی در سطح بین الملل هم نگاه کنیم می‌بینید که انگار که این شکاف که تو سطح جامعه داریم در سطح بین الملل هم داره مشخص میشه. حالا آراز این بخش رو راجع به اختلاف بین اروپا و سطح ادبیات سیاسی ها که برای صحبت کنن پاپ نسبت به ترامپ، نسبت به پاپ، یا اینکه کشور اروپایی نسبت به ترامپ نگاه بکنید، اصلا می‌بینید که انگاری که یک جریان راستی جهانی اومده با یک سری رسانه‌های مشخص خودش داره یک الگو، یک نوع سیاست ورزی و یک نوع اصلا دیالوگ و هژمونی رو داره بر جهان غالب میکنه که زمینش اینطوری که هر کس قدرت بیشتری داره حق با اونه. شما مثلا در خیلی از تحلیلگرای ایران اینترنشنال وقتی به این صحبت میکنم، داره صحبت میکنه انگار از طرف ایالات متحده آمریکا داره صحبت میکنه، کل ارتش آمریکا بایستر اونه، دست که اون هیچ عاملیتی نداره، ولی خودش رو ناتوانی خودش رو در مقابل، یعنی یه جوری صحبت میکنه انگار که کاخ سفید جزئی از یه جبهه شده. آره. و اون ناتوانی خودش رو که نداشتن عاملیتش که لازمه بعد داشتن عاملیت این که شما سازمان بسازید، یه نهاد بسازید، آدمای اطرافت رو قوی کنید، یک شبکه بسازید، همه اونها رو نادیده میگیره، خودش جزئی از جبهه جهانی ترامپ میدونه و بهنه با احساس قدرت با یک نوع ادبیاتی صحبت میکنن که مطلق همونجوری که ترامپ صحبت میکنیم که ما تسلیم باید بشوند یا اصلا تسلیم شدن من محاصره دریایی میکنم. تو این بخش از جریان سیاسی هم این ادبیات باشه. این ادبیات اصلا درش نمیخواد شما قانع بشین، فقط میخواد مخالف رو حذف کنه، همونطور که خود ترامپ با زور داره حرف میزنه. یعنی که اون استبداد بزرگ، اون پدر زورگوی بزرگ جهانی ترامپ تبدیل شده به پدرهای زورگوی کوچک در سطوح مختلف سیاسی دارن
اعمال قدرت میکنن، تحلیل میکنن و به یک نوعی فضا را از خودشون گرفتن. حالا من دوست دارم اینجا نصیر به عنوان یک هنرمند و کسی که با قشرهای مختلفی از تحلیل‌های سیاسی، گروه سیاسی ارتباط داره، خودش هم از تجربه‌ای از نوع، شاید بشه گفت نوع سرکوبی که تجربه داشته توی این فضا برای اعمال نظرش و اینکه تجربه که چطور تونسته دیالوگی برقرار کنه با مخالفاشون صحبت کنن و بعد میرسیم به آراز که راجع به سیاست جهانی میخوایم بیشتر راجعش صحبت کنیم. خب همونطور که گفتی تجربه شخصیه، واقعا شخصیه، در حد روابط بین دوستان و فامیل که نمیتونم بگم چون اکثرشون داخل ایران، بخشی هم که خارج از ایرانن. از اونجایی که من خیلی متعادل هستم و متعادل هم جواب میدم، فهمیدن که نمیتونم منو قانع کنم و نمیتونم بحث زیادی با من بکنن. ولی کلا اینجوریه که همون که قانع نشدنشون هم تو رو نوع برای صلح بودن و یا شاید عقب موندگی همچین چیزی. آره اصلا کاملا هست، یعنی همیشه نه دیگه، من دارم فقط قر میزنم شما و فوراً هم مثلا اولین چیزم که شما چپی ها درست انگار مثلا من خودم به عنوان یک لیبرال چپ میدونم، ولی آدم لیبرال میدونم، اونجوری چیز ندارم، ولی یه لیبلی میزنن که تو به هیچ عنوان نمیتونی جز این که فقط دفاع کنی که نه من اینطوری فکر میکنم، اگه بخوای حساب بکنی من در این جریان قرار میگیرم نه این جریان. و الان که آره دیگه دقیقاً اوکی حرف تو درسته، آلترناتیو چیه، آلترناتیو شما چیه، و فوراً با این مسئله که منم الان میگم من کلا آلترناتیوی ندارم، جزو دنبال آلترناتیو هم نبودم و خب آره یک ضعفی بوده در اپوزیسیون که ما موفق نشدن این آلترناتیو بپوشن، ولی به این معنا نیست که من برم زیر پرچم اسرائیل یا آمریکا، چون اونا برای منافع من به عنوان ایرانی کاری نمیکنن. الان نمیپذیرن که چیزی هم که دارن معرفی میکنن آلترناتیو واقعی این نیستش. نه دقیقاً اصلا امروز یکی از دوستام نوشته بود که آره یک پستی فرستاده بود که ببینین اینا فقط به دنبال من، خودش در جریان پادشاهی خواه قرار میگیره، حالا خیلی خوب ملایمن اینا. بعد منم خب جواب دادم دیدین خب در همینطور بود، در واقع اون جنایتی که انجام شد آخر دلیلی شد برای اینا، یا شاید هم حساب میکردن که همچین اتفاقی بیفته که بتونن یه همچین حرکتی بکنن. یه سری توضیح بعد که در جواب نشد که خب اگه اونا آره مطمئنم که آمریکا منافع خوش، ولی بیاین همبسته بشیم که نذاریم این کارو بکنم. همبسته با چی؟ با کی؟ تو جریان آقای رضا پهلوی که زیر پرچم اسرائیل و آمریکا راهپیماییشو میذاره. خب این چه همبستگی داره؟ تو دل تناقض داره صحبتت. این وسط قرار چیکار بکنیم ما؟ آره منم اینو خیلی باش مواجه شدم قبل از اینکه بریم سراغ آراز و جنبه بین‌المللی قضیه رو بررسی کنیم. خیلی از آدما وقتی تو ایام جنگ که ما میگفتیم نه به جنگ، میگفتن شما باید بیاین به سپاه و نیروهای نظامی بگید که خودشون تسلیم کنن. گفتم عزیز من شما چگونه وقتی که داریم این هم سال مطالبه میخوایم یه چیزی رو با شرایطی که در یک حالت اجتماعی مبارزه مدنی محقق کنیم، در شرایط جنگی که تمام خیابونا بستن، تمام امکان فعالیت بسته، اینترنت قطعه، شما در اون شرایط انتظار دارین که ما بیایم سپاه رو وادار کنیم به تسلیم، چیزی که از موشک‌هایی که آمریکا اسرائیل میرسه وجود نداره. تازه تسلیمی هم که ترامپ میخواد تسلیم برای مردم نیست، تسلیمی که من بشین نفتتون بدین به من و یک نوع تحریر ملی داره. چطور؟ ولی همه چیز میخوان از رو دوش خودشون بندازن روی مخاطب و بگن ما آلترناتیو داریم، تو نداری، تو 35 سال 40 سال شکست خوردی و ما الان اومدیم در صورتی که خب شما تو 35 سال چیکار میکردین؟ چرا احساس میکنید که دیگران داشتن کاری میکردن شکست خوردن و شما گزینه جدیدی هستین که اومدن بالا؟ به هر حال راجع به فعالیت ایران و زمینه‌های اجتماعی که تو ایران هست میشه یه بحثا ادامه داد، ولی دوست دارم که اینجا آراز چون که اخبار بین‌المللی و اروپا رو پیگیری میکنه، از جنبه این که در سطح بین‌الملل تو این جنگ چه میگذره یه ذره صحبت کنه.
ممنونم علی جان، نصیر جان. در رابطه با شرایط امروز میشه گفت که ایران در حقیقت در مرکز اتفاقات دنیا قرار داره. امروز محاصره تنگه هرمز یا خلیج فارس، جهتگیری اروپا، جهتگیری ژاپن، جهتگیری حتی خود کشورهای خلیج فارس و شیخ ها در این مورد، انعکاس اون دو اخبار جزو مهمترین مسائل شده. خب طبیعتاً وقتی که ما برمیگردیم به اون رابطه‌ای که ایالات متحده با ایران در طول حداقل 30 سال اخیر داشته یا 20 سال اخیر داشته، ما قرارداد برجامو داریم که در دوره باراک اوباما 2015 با ایران بسته شد. ایالات متحده و 5 تا کشور دیگه توافق کردند که به اصطلاح غنیسازی اورانیوم در ایران و اساساً انرژی به چه شکلی باشه و یه سری از موارد دیگه. این قرارداد حدود 150 صفحه است، طولانی هم هست، 10 تا ماده مشخص داره که من الان یک به یک به اونها نمی پردازم، ولی با روی کار آمدن دونالد ترامپ 2018 ترامپ برجام رو لغو کرد یک جانبه. پاری از کشورهای دیگه هنوز در برجام بودن، فرانسه و آلمان و انگلیس و اینا. خب مجددا با روی کار اومدن دونالد ترامپ 1 سال پیش از این حدوداً یا 8 ماه 9 ماه پیش از این، شاید بیشتر، اشتباه میکنم، 1 سال نشده. 1 سال نشده، از ژانویه به بعد روی کار اومد دیگه. ترامپ همه این مواردی که بود دوباره روی میز مذاکره گذاشت، شروع به تهدید ایران کرد. در این حال در مناطق مختلف سیاست‌هایی رو گرفت که تا حالا در به اصطلاح روابط بین‌الملل وجود نداشت. یعنی قواعد بازی در روابط بین‌الملل رو تغییر داد. من نمیخوام بگم و ادعا نمی‌کنم که اساساً ایالات متحده یا کشورهای قوی همیشه اون قواعد بین المللی رو، یعنی احترام به حق تعیین سرنوشت کشورها و استقلال کشورها حفظ کردن، ولی استثناء به اصطلاح در تاریخ اتفاق افتادی که اینا نقض شده بود. در دوره ترامپ اینجوری نبود. ترامپ گرینلند رو میخواست با تمام نیرو، الان هم میگه من با اروپا به این دلیل بدم، اروپایی‌ها به این دلیل که به من اجازه ندادن که اونجا رو بخرم یا اونجا رو بگیرم. بعد در آمریکای لاتین با اشغال ونزوئلا و دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا مادورو و دست نشانده کردن معاون رئیس جمهور که امروز قراردادهای نفتی رو و دیگه قراردادها رو به اون تحمیل میکنه، در هر صورت ایران هم جزو این سلسله زنجیرهای سیاسی است که دونالد ترامپ برای جهان در نظر گرفته. کانادا رو
خب با اختلاف داری با کانادا و مایل هست ایالت پنجاه که ایالات متحده باشه. با اسرائیل تمام تسلیحات اسرائیل یا بخش اعظم تسلیحاتی که خود اسرائیل تولید نمیکنه ایالات متحده بهش میده و کمک‌های مالی که داره. بحرانی که در غزه به وجود آورد، اشغال غزه، تخریب غزه، کشتن بیش از 70,000 نفر از مردم غزه، فلسطینیای اونجا، و امروز جنگ لبنان، اشغال منطقه جنوب لبنان تا نزدیکی های بیروت هم رفته، بخش هایی از اونجا اشغال کرده. دونالد ترامپ در هر صورت با این سیاستاش میخواد اون مثلثی که به نظر من، یا اون اتحادی که بین چین، ایران و روسیه بود، در ضعیفترین حلقه اون آسیب پذیرترین حلقه اون ایران هست، اینجا اینا رو قطع بکنه. بخش جدی سیاستهاش تضعیف چینه و اینه که میدونید که حدود 70 تا 75% از نفت ایران به چین صادر میشه. امروز اگر با بستن و محاصره تنگه هرمز تقریبا این لطمه ببینه، گرچه چین امکان خرید نفت از روسیه رو داره و شاید خیلی راحت نباشه، ولی از مناطق دیگه. به این ترتیب دونالد ترامپ نظم جهانی رو اعلام میکنه. نظم جهانی رو من میخوام عوض کنم و نظم جهانی جدیدی داشته باشم. در این نظم جهانی جدید اروپا هم و کشورهای اروپایی هم جزو مخالفین ترامپ هستند. علیرغم اینه که کیر استارمر، ماکرون و هرتز اینا به ملاقات دونالد ترامپ رفتند و در عین حال خواستند که اون پیمان آتلانتیک شمالی رو، یعنی ناتو رو حفظ بکنن و روابط نزدیکی با آمریکا داشته باشن، ولی ترامپ با گفتن این و اعلام این و در حقیقت تضعیف ناتو تا حالا میخواد یک به اصطلاح قدرت جدیدی رو بدون ناتو داشته باشه. راستشو من مطمئن نیستم که اون هژمونی که ایالات متحده در طول این 70 سال اخیر داشت، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم با ایجاد مؤسسات بسیار بزرگی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، حتی سازمان ملل متحد، چون بخشن ایالات متحده اون نیرویی بود که اینو پیش می برد و در این حال قراردادهای مختلف دیگه امروز با زیر علامت سوال بردن این مؤسسه های اقتصادی سیاسی به تجارت جهانی هم برمیگرده، چه روشی رو میخواد پیش ببره؟ آیا یک آنارشیست در سیاست بین المللی هست، یعنی هیچ هرارشی رو نمیپذیره؟ حتی خود ایالات متحده و خود ترامپ در رأس این هرارشی. چرا اون به اصطلاح شاخه درختی که خودش هم روش نشسته در حال بریدن اون شاخه هست؟ طبیعتاً کشورهای ضعیف، کشورهایی که وابسته به تجارت با اروپا، با چین بودن، لطمه بسیار شدیدی میبینند. ایران در این حالی که برنده در مقابل ایالات متحده هست، یعنی ترامپ بازی رو باخته، وارد ماجرایی شده که پیش بینی نمی کرد که خروج از این جنگ، از این ماجرا چجوری خواهد بود. من چشمانداز زیاد روشنی نمی بینم. امکان پایین گرچه در بین دموکرات ها و استثناء جمهوری خواهان در رابطه با سلامتی روانی ترامپ علامت سوال وجود داره که این فرد سالمی نیست،
درست اون مواردی که برای جو بایدن مطرح شده بود در اواخر قدرت جو بایدن، حرکت هایی که داشت به لحاظ موتوریک بدنش که اساسا نمیدونست کجا بره، از کجا بگیره وینا، در رابطه با ترامپ هم این صدق میکنه. میشه گفت که روابط بین الملل یکی از بحرانی ترین دوره های خودشون میگذرونه. میشه گفت سیاست جهانی توییتری کرده، یعنی که خیلی از مشاوراش نمیدونن با توییت های ترامپ به چیکار میکنن یا مواجه میشن. همینو میخواستم در نهایت به اینجا برسم که مذاکره با ایران در فوریه یک قراردادی روی میز بود که مذاکره شد، در ژنو بودند و اونجا حدوداً مطرح شد که ایران تا 20 سال دیگه یا تا 10 سال دیگه به غنیسازی اورانیوم دست نزنه. ایران یک رقم دیگه رو پیشنهاد کرده بود، از 3 سال تا 5 سال، حتی در مذاکراتی که در اسلام آباد هم شکل گرفت. این دو تا نقطه مهمترین به اصطلاح نقطه اختلاف بین ایران و ایالات متحده بود. ترامپ راضی به 10 سال شده بود، جی ونس هم یه همچون پیشنهادی شده بود و ایران 3 سال پیشنهاد کرده بود که از غنیسازی دست برداره. در رابطه با اینه که آیا اون اورانیوم 60% پاره معتقدن که حدود 400 کیلو هست و بخشان بالای 60% هم رسیده، اینو چیکار میکنن هنوز مشخص نیست. اون میشه گفت بنبستی که به وجود اومد و اون 2 هفته آتشبسی که توافق کردن روی اون، الان 5 روز دیگه ازش مونده، مذاکرات ادامه داره تا اونجایی که من اطلاع دارم. تماسای تلفنی میشه و پاکستان وزیر جنگ پاکستان الان تو ایران هست، تماسای تلفنی میشه و احتمالاً با ایالات متحده به همین شکل. من اینجوری بگم که جنگ احتمالش زیاده، یعنی ادامه جنگ الان که آتش بس هست. الان که آتش بسه، ادامه جنگ یا شروع مجدد جنگ امکانش وجود داره، چون ایران علیرغم اینه که ایالات متحده نیروها و کشتی‌های خودش رو در دریای عمان و خلیج فارس بخشن خلیج فارس داره، ولی ایران هنوز تسلط داره. لازم است اینجا لازم است یادآوری بکنم که تنگه هرمز و آبهای تنگه هرمز آبهای بین المللی نیستند و قوانین بین المللی در رابطه با این آبها صدق نمی‌کنه. این آبها به 2 تا کشور تعلق داره، یعنی مرزهای بین عمان و ایران از اونجا مشخص میکنه. خب از طرف ایران با توجه به توضیحاتی که تو دادی در رابطه با مردم، مایحتاج، زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، کار و اون مواد خوراکی که باید باشه، نمیتونه اون خریدو داشته باشه، پولشو نداره، بودجهشو نداره، گرچه قولهایی داده برای کسایی که تا چند ماه دیگه میتونن هنوز به کار ادامه بدن، ولی اکثر شرکت هایی که تو نام بردی به همون شکل عمل میشه. در لبنان وضعیت خیلی خوب نیست، علیرغم اون اولین ملاقاتی که بین سفیر لبنان با سفیر اسرائیل و میانجیگری وزیر امور خارجه ایالات متحده صورت گرفت. ادامه اون مشخص نیست، ادامه جنگ احتمالی تر هست. به این ترتیب ما 3 تا منطقه داریم که جنگ در اونجا استمرار داره. در اوکراین دیشب روسیه مجدداً اوکراین رو زد، حدوداً
میگن 16 نفر مرده و تعداد بیش از 100 نفر زخمی شده. اخباری که قبلا میومد حاکی از به اصطلاح میشه گفت قدرت اوکراین بود. حتی زلنسکی به منطقه کشورهای خلیج فارس مسافرت کرد و به اونها قولهایی در رابطه با مسلح کردن این کشورها به تکنولوژی جدید روبوتی و پهپادی به اونها داد. صلح مسلح در اونجا ادامه داره و جنگ هم ادامه داره در منطقه ایران و خلیج هم به همین شکل و در لبنان و غزه هم. به این ترتیب اگرچه نمیشه گفت که جنگ جهانی سومی ممکنه در بگیره، یعنی اتفاق بیفته، ولی ما نمیتونیم با معیارهای جنگ جهانی دوم یا جنگ جهانی اول جنگ جهانی سوم رو بگیم که اینجوری خواهد شد. همین هم که کشورهای زیادی عملا درگیر اختلافات شدن، خود اروپا از ایتالیا، اسپانیا که اسپانیا رادیکال ترین به اصطلاح سیاست رو در رابطه با ایالات متحده و اونها داشت و انگلیس و کشورهای دیگه هم باز به همین ترتیب. من فکر میکنم که میشه این بحث رو ادامه داد در یک به اصطلاح پادکست دیگه. من منتظرم اگر پیشنهادات یا صحبت‌های تکمیلی دارید. الان هم از شما آقای فنی و یا علی که بیشتر نگاهش به داخل ایران بود، شرایط سیاسی نظام جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن این جنگ و شرایط داخلش با مردم ایران چجوری تو ارزیابی میکنی؟ من فکر کنم بعد از این که 2 روز اول که بخشی از سران نظام ترور شدن و حتی در روزهای اولیه با حضور بخش جمعیت هوادار جمهوری اسلامی در خیابان‌ها یک اعتماد به نفس خیلی قوی پیدا کرد و از طرفی هم کاملا سیاست رو تقسیم بندی کردن. گفتن امور اداره کشور با دولت و امور جنگ و تفاهم و تصمیم گیری با جنگ رو در اختیار اعضای سپاه بستن، یعنی که وحید رئیس مجلس قالیباف و ذوالقرن و شخص مجتبی خامنه‌ای که الان در حاشیه‌تره، ولی این حلقه اولیه که عموما از فرمانده‌های سپاه هستن اختیار تصمیم گیری راجع به جنگ یا صلح رو به عهده گرفتن. و این فرقش با دوره برجام و دوره دیگه چیه که این دفعه خود اون گروهی که مخالف برجام و مخالف مذاکره بود خودش در رأس مذاکره با آمریکا قرار گرفته و به همین از این جهت ما شکاف نمی‌بینیم. ولی در سطح جامعه ما نشانه‌هایی می‌بینیم که بخش از جریانات تندروی اونها که در خیابان‌ها بودن ساین‌هایی نشون میدن که مذاکره همچنان خیانته، همچنان دارن بخشی از حرفای رادیکال رو میزنن، ولی اون بخش از رادیکال نماینده‌ای در رأس قدرت نداره که ما از شکاف در دست قدرت حرف بزنیم. به هم جنگ انسجام درونی ساختار قدرت رو بیشتر کرده و از طرفی رادیکالیسم قدرت هم بیشتر کرده. نیروهایی که در رأس قدرت هستن در تصمیم گیری راجع به جنگ و غیره، همین هیئتی که رفتن برای مذاکره با آمریکا در پاکستان اگه نگاه کنین، حتی از اون خبرنگاراش هم که نگاه کنین، همه بخشی از جریان مشخصی از حاکمیت یا مشاوراش هستن، یعنی که جریانی که سپاه و بدنش نسبت به اونا اعتماد داره. اگه مثلا یک جریانی بود مثل روحانی یا ظریف، شما اصلا هیچ معلوم نبود که خود اونا رو هم داخلیه بزنن. ولی الان به طور خلاصه که بخوام بگم من بحث پادکست ببینم، انسجام درونی نظام چون نظامی تر شده بیشتر شده، در نتیجه به ضرر جنبش مدنی راحت‌تر اعدام میکنن، راحت‌تر سرکوب میکنن، چون صدای مخالف رو برای ضرورت جنگ پذیرفتن. ما می‌بینیم تو امارات
آدمایی که فیلم گرفتن، امروز بی بی سی هم گذاشته، هر کسی که فیلم گرفت پخش کرد 2 سال بهش حبس دادن و جمعیت زیادی رو گرفتن بازداشت کردن. و شما می‌بینید که آره مثلا اونا میگن خب تو اون کشور، همه کشور اطرافتون در زمان جنگ همچین تصمیم میگیری میکنن. توی اسرائیل سیاست سانسور دارن، در زمان جنگ شما حق ندارید فیلم بگیرید از جای دیگه و اونها هم یک نوع سیاست ببین و این امر نظامیگری توجیه میکنه، سرکوب‌های داخلی رو بیشتر توجیه میکنه و برای امکان توجیه خودشون رو بیشتر دارن و راحت‌تر هستن در این سرکوب‌ها. یاد رفیقای زیر خاک، بغض ما کمتر نمیشه، هرچی که آرزو بود رفت به باد. اگه خدا میشنوی که تموم میشه مرگ روز به روز ما، از این سکوت نابجا صبح میشه، تموم میشه این شب تاریک یه روزی، ولی اما میجنگیم ما امشب و تا که فردا ببینیم صبح و با هم به زودی تو فردایی که پر از آزادی، پر از آرزو، پر از رنگ، فردا که خیابونا پر از عشق ماست، همه کوچه هاش خیلی قشنگه. تو فردایی که آرزو خوابمان هستی دارن هدف زندگی پر رنگ. تو فردایی که ایران ما حالش خوب شد و داره میخنده به یاد رفیقهای زیر خواب، بچه ها دست به دست پاشی، وقت نشستن نیست، هرچقدرم ترسیده باشی صبح میشه، تمام میشه این شب تاریک زودی. چیزی که به نظر من جالبه اگر بتونیم اطلاعات بیشتری داشته باشیم وضعیت رئیس جمهور در این هرم قدرت یا اساساً در قدرتی که الان وجود داره و خود مجتبی خامنه‌ای هست. با توجه به خبری که من یه جایی خوندم بعد در نشریات دیگه نتونستم اونو پیدا بکنم، اینه که مجتبی خامنه‌ای مجروح شده از پا و صورت. من نمیدونم این جراحت ها چقدر به سلامتی عمومی و یا ادامه زندگیش برمیگرده، ولی این یک حلقه ضعیف میتونه باشه. برای من خیلی عجیب بود که مجتبی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر بعد از پدرش انتخاب کردن، اون هم با اطلاع به این وضعیتی که بوده. چه شرایطی پشت پرده هست دونستنش جالبه و اون مثلثی که رئیس جمهور با رئیس قوه قضاییه یعنی اجئی و مجلس، رئیس مجلس داشت، این 3 نفر قالیباف، آیا این هنوز وجود داره؟ اینها هستن که اداره میکنن جمهوری اسلامی رو. وضع رئیس مجلس قالیباف، محمد باقر قالیباف چه اندازه هست؟ خب ترامپ یه چیزایی رو در رابطه با قالیباف گفته بود که منطقی هست و کسی هست که جزو رهبران جدیدی هست، یعنی اساساً جزو یک رهبریت دیگه، یک مدیریت دیگه در جامعه است. خب اون مواردی که تو اشاره کردی در اسرائیل
ممنوع هست که فیلم و عکس از اسرائیل و مناطقی که کوبیده شده یا بمباران شده یا توسط پهپادها در ایران این خیلی شدید هست. ما هنوز اینترنت در ایران نداریم. از یکی از خواستهای مهم همه جمهوری خواهان، طرفداران حقوق بشر، اساساً 3 خواست عمده الان هست: لغو اعدام، منع اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و در این حال وصل شدن اینترنت که امکان ارتباط بین مردم رو داده باشه. که اینا متحقق میشه؟ با اون تفسیری که شما داشتین در رابطه با سرکوب مخالفین موافق هستم. یعنی در حقیقت بازتر عمل میکنن، راحتتر عمل میکنن به دلیل وجود جنگ در یا سایه جنگ در منطقه و قوانین جنگی. به خصوص اخیراً تعدادی از کسایی رو که مشکوک بودن، مظنون بودن یا اتهام همکاری با اسرائیل رو داشتن زیاد شده و این امکان وجود داره. یعنی مال امروز نیست. از سال 2005 به بعد با کشتن مسئولین اتمی انرژی ایران، پروفسور الان اسمش از خاطرم پرید، و ادامه اون و در سالهای بعدی قبل از جنگ 12 روزه و اخیراً اسرائیل در حقیقت جای پای بسیار قوی در ایران داره و تعداد افرادی که با توجه به مخالفت با جمهوری اسلامی یا احتیاج و خرید اونها به لحاظ مالی و اقتصادی زیاد است. با در نظر گرفتن صحبت هر دوتون به جوری احساس میشه که خواسته یا برنامه ریزی شده یا نشده یک کودتایی پشت پرده حالا شرایط رو مهیا کرده که یک بخشی قدرت در دست بگیرن و انگار حکومت نظامی هم هست دیگه، چون نیروها بیرونن، مردم نمیتونن کاری بکنن، حرفی بزنن. من البته حالا شاید نمیشه اسم گذاشت ولی یه تعدادی اسم میذارن، جنگ مهندسی شده اسم میذارن، یعنی از قبل طرح‌ریزی شده بود. حتی اون شورش یا قیام 18-19 دیو به عنوان یک به اصطلاح حرکت مهندسی شده از پیش تعیین شده بود کجاها چه میدونم مسلسل باشه فلان باشه، که البته من اینو یه مقدار جزو اون چوش میگن اسپکولاسیون میگن بهش، حالا فارسیشو چی میگن؟ انگلیسی هم میگن کانسپیراسیون. یه جوری خیلی جالبیه، یه سری مقطع‌های در تاریخ معاصر به وجود اومده مثل 11 سپتامبر در آمریکایی که انقدر کنترل هست یا 4 تا هواپیما بلند میشن یا همچین کاری میکنن. 7 اکتبر اسرائیلی که انقدر نفوذ داره در کشورهای دیگه با یک شرایطی وجود اومده که یک سری تونستن بیان و حمله بکنن و احساس میکنه آدم که این، متاسفم از اینکه اینو میگم، شاید نبودم، ولی از احساسات پاک مردم، از آسیب بودن مردم استفاده شد که بتونن دلیلی داشته باشن برای یک همچین حمله به ایران. بله کاملا درسته. خب تمام مطبوعات در تمام گفتن درست نیست. اون مطبوعات اصلی دنیا امروز هدایت شده هستن، همون جوری که علی از ایران اینترنشنال گفت وظیفه مطبوعاتی این هست که تو بتونی بی‌طرف باشی و وقتی از جنگ میگی خب طرفین و صدماتی که در جنگ میاد منعکس بکنی، نه این که طرفدار جنگ باشی. خب اینا مطبوعاتی هستن که بودجهشون تامین میشه متاسفانه. خب جالبی بود. ممنون به صحبتاتون. امیدوارم که در جلسه بعدی یه مقدار از ناگفته هایی که داریم و در این حال دوستای دیگه هم شرکت کنن. متشکرم از شما علی جان آراز عزیز.
وقتی که غروب میشه حرفی ندارم، پرسه میزنم تو آلبوم هزار رنگ خیالم، میکشم سیگار تلخ روزگارو، من از این همه سیاهی بیزارم. یه روزی رفتم پر کشیدم به هوا، تا که آخرش رسیدم روی اون شهر سیاه، بین ماشین های دودی توی اون خیابونو. من نوشتم این ترانه از یه دنیای سیاه، گفتم از مردی که روی چوب دار گردن شکسته، گفتم از زنی که تنها گوشه زندون نشسته، گفتم از مسجد سبز و در به روی نور بسته، گفتم از عطر خوش عشق که به خاک و خون نشسته. من دلم میخواست میشد مثل پرنده ها بپرم برم تا آسمون اون شهر سیاه، روی اون برج بلنده شیشه‌ای لونه کنم، واسه اون ابرای سمی بارونو هدیه کنم. پر زدم رفتم روی یه دیوار نشستم، پشت اون خونه ویرون بال پروازو شکستم. هر طرف صدای بمب و انفجار آدما بود، همه جا اذان مرگ بود، اما اونجا شهر ما بود. همه اون شهر سیاه و دود گرفته، جای بارون شهر ما رو خون گرفته. آخر دی پر فریاد پر خشم بود، قسمت ما یک گلوله توی چشم بود. من دلم میخواست میشد مثل پرنده ها بپرم برم تا آسمون اون شهر سیاه، روی اون برج بلنده شیشه‌ای لونه کنم، واسه اون ابرای سمی بارونو هدیه کنم.